رهرو آن نیست که گهی تند و گهی خسته رود. رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود. سلام خدمت شما بینندگان نهایت عزیز، خوش آمدید به برنامه معرفی کتاب این هفته ما از کابل وقت. عزیزان، در این هفته میخواهم کتابی را بر شما به معرفی بگیرم. عبور از سیم خاردار هست. عبور از موانع موفقیت. نویسندگان دکتر جمشید رسا و احمد فرزاد عبدالحی. ویراستار انتشارات عازم. چاپ اول قوس 1399 خورشیدی می باشد. زندگی ما با تولد شروع نمی شود، با تحول آغاز می شود. لازم نیست بزرگ باشی تا شروع کنی، تو باید شروع کنی تا بزرگ شوی. چگونه اعتماد به نفس خود را تقویت کنیم؟ 1. بلند بردن اطلاعات عمومی. اطلاعات یکی از مهمترین قسمت‌های زندگی ماست و تقویت مهارت‌ها و دانسته‌های علمی یکی از مهمترین موارد است که هر فردی باید به آن توجه جدی انجام دهد. با دانستن جنبه‌های مختلف یک موضوع شما می‌تواند با اعتماد به نفس بیشتر در همان کار اقدام کنید. 2. مثبت فکر کردن. این که سعی کنید دنیا و زندگیتان را از دریچه مثبت نگاه کنید. کمی سخت است و شاید زمانگیر باشد، اما این امر دردهای زیادی را از زندگیتان بیرون می کند. سعی کنید تنها به لحظه حال توجه کنید و با فکر کردن به گذشته و آینده زندگی خود را هدر ندهید. 3. لبخند بزنید و کوشش کنید خوشحال به نظر برسید. این موضوع خیلی مهم است که شما از دیدگاه دیگران شخص انرژی بخشی باشید. با این کار دیگران شما را بیشتر از قبل دوست خواهند داشت و در نتیجه شما از بودن در کنار جمع احساس ناراحتی نمی کنید. 4. فعالیت خود را نسبت به گذشته افزایش دهید. انجام دادن یک کار همیشه بهتر از بیکار بودن می باشد. اگر در گذشته وقت خالی زیادی در طول روز داشتید، از این فرصت های اضافی استفاده کرده و تقسیم اوقات خود را تکمیل تر کنید. 5. خود و محیط خود را پاک نگه دارید. پاک بودن خود و محیط زندگی نقش موثری را در تقویت اعتماد به نفس شخص ایفا می کند. کوشش کنید هر روز حمام بروید و لباسهایتان را زود عوض کنید. همچنین به نظم و پاکی خانه نیز رسیدگی لازم را داشته باشید. همیشه لباسهای زیبا، مناسب و پاک بپوشید و در حفظ پاکی لباسهایتان کوشا باشید. 6. بر اساس قوانین مشخص شده حرکت کردن. تا زمانی که قوانین مشخص برای زندگی خود نداشته باشید، قادر نخواهید بود تا با اعتماد به نفسی که شایسته یک انسان موفق است دسترسی پیدا کنید. انسان‌های موفق جهت بلند بردن اعتماد به نفس خود قوانین مشخصی برای زندگی خود تعیین می‌کنند که مبنای این قوانین اسلامیت، انسانیت و اخلاقیات میباشد. ارزش تو به اندازه چیزی هست که در جستجوی آنی. این بود برنامه این هفته ما. تا برنامه بعد، الله نگهدارتان.